بعد از ختم دانشگاه من جای زیست نداشتم. از ناحیه دوردست آمدم. انا وقتی که من رو در اینجا انتخاب کردن من گفتم جای خواب ندارم. با دستگیری استادا و با دستگیری وزارت من از همون خوابگاه دانشگاه یک حجره دادن. در اون شاگردا فکر میکردن حاضر دانشجو هستم، فکر نمیکردم معلم دانشگاه هستم. حاضرم جوان هستم، تحصیل میکردم، فقط راجع به علم بودم. نیازم نداشتم جای خواب دارم. لیکن روزها میشد که شاگردان میگفتن که معلم شما هم پروفسور حاضرم در خوابگاه هستید. امید داشتم. امین هیچ وقت در زندگی آدم ناامید شدن در کار نه. شخصانی هستند که راهبرای به مسئولیت هیچگاه سخن جناب یلدرو زیر پا نمیمونند. بعضیشان هستند که سخن گوش میکنند و نه که مردم رو افتاده نمیکنند، نه که اجرا نمیکند. این خیلی شخصا هم هست، از دستش نمیبوید و نه که میگه که خب به نوبت میگیره امکانیت پیدا شود. لیکن با شردیلایی هستند که به مثل حکیم زاده قربان من 100 دری بسته یک دری گشاده. همین اول خدا، روزگی خدا است، دوم بنده سبب میشه.